دوستان خواهشاً توی سال کنکور نیاین برای هر درس چندین منبع رو بخونین. مثلا بیاین برای شیمی خیلی سبز بخونین، مثلا برین مبتکران هم بخونین. اینجوری هم اول اینکه تمرکزتون به هم میریزه و هم اینکه مطالب انقدر گسترده میشه نمیتونین جمعش کنین. به خاطر همین بیاین یه دونه منبع رو به خوبی تا ته کار کنین و قشنگ ته و توش رو در بیارین. اینجوری میتونین روی هر درس برای کنکور مسلط بشین. هر مشاوری هم گفت مثلا این منبع رو خریدی باید یه منبع دیگه بخری، اصلا به حرفش گوش نکنین، چون تمرکز شما به هم میریزه و نمیتونین روی یک چیز واحد تمرکز کنین.